خب برای شروع کارمون وسایل مورد نیاز ما یه دونه مداده، یه دونه مداد نوکیه، حالا هر چیزی، یه دونه هم پاکونه. خب اینا رو میذاریم کنار و برای شروع کارمون باید یه دونه دایره بکشیم. خب یه دایره معمولی میکشیم، یه دایره خیلی معمولی، زیاد نیاز گرد باشه، اون شیپی گرد بودن رو درست کنه خودش درست. خب بعد از وسط به دو نیمه تقسیمش میکنیم و این از وسط به دو نیمه تقسیم میکنیم. بعد شروع میکنیم به کشیدن. خب میدونی اینو از وسط به دو نیمه تقسیم میکنیم به صورت عمود، یعنی صاف از بالا به پایین، از پایین به بالا فرق نداره، میریم سمت پایین و 3 بخش درست میکنیم. انقدی باشه. خب همین میریم این ور و پیادش میکنیم، این ور هم پیادش میکنیم. خب چشم ناروتو اینجوریه که بذاری من اینجا رو پاک کنم، کم رنگش کنم، کم رنگ میکنیم. خب اینجوری کم رنگ میکنیم. حالا که این جاهایی که من کشیدم شما دیگه نمیبینید، نمیاد تو تصویر میادش، کم رنگ هستش ولی خوب هستش دیگه. توی این مربع بلند میشیم چشم ناروتو میشیم. چشم ناروتو چجوریه که اینجوری هست که از اینجاها شروع میشه میره سمت بالا. خب میره سمت بالا، اینجا میاد سمت پایین. خب بعد اینجوری میشه، رو به پایینش هم میگیریم. خب میشه سطح چشم ناروتو که یه تایید هم اینجوری و تمام. خب میتونیم پررنگ‌ترش هم بکنیم، دور برش رو که من برای تامنیل هم پررنگ‌ترش کنم که قشنگ دیده بشه. خب در مرحله بعدی یه نکته هستش که اینجا داده بهتون بگم. خب اینجوری که این هستش رو به بیرونه، خب این رو به تو بیاریم اینجوری. اوکیه، این شدیم یه نکته خیلی مهم که حواستون باشه. یه دونه دایره میکشیم، دایره برای مردم که چشم. خب اینجوری یه دایره میکشیم، ضبط میکنه برات. یه دایره میکشیم آروم آروم، قشنگ با دقت بکشیم، به کثیف کاری نکنیم. اینجا دیگه آروم شروع میکنیم به پررنگ کردن دایره و آره دیگه پررنگ میکنیم دایره رو. یه چیزی هم بهتون بگم، الان تابستون، هوا گرمه، دست آدم عرق میکنه. خب ما میایم یه دونه زیر دستی برای خودمون درست میکنیم که عرق دستمون کاغذ رو خم نکنه. خب این هم مهم بود بهتون گفتم. شروع میکنیم یه دایره خیلی کم این وسط شروع میکنیم، بزرگش میکنیم. اینجا به 2 بخش چشم تقسیم میکنیم اینجوری که انگار سایه پیشونی بندش افتاده توی چشاش، سایه مونده. اینجوری هم کم رنگ آروم آروم، اصلا
عجله نه. به احتمال زیاد حجم که نه، سرعت این ویدیو رو باید آخرش بالا میبرن و جزئیات یعنی کلیات و سرعتش رو بالا میبرن. اما فعلا که چشم ها و ابروها که مهمترین بخش هستن رو با سرعت کم و با توضیحات میدیم جلو و سپس جاهای مهم که خیلی مهم نیستن رسیدیم یه سرعت رو میبریم بالا و توی 20 دقیقه یا 30 دقیقه تمام میکنیم کارا. آروم باید، خیلی نرم، یواش و آروم، خیلی یعنی اصلا گول نشه. خیلی نرم باید. اگر هم داریم با اسمش چی بود؟ با مداد این کارو میکنین، از بغل مداد بگیرین و اونجوری راحت تره. منظورم این که مداد کج بگیرین اونجوری راحت تره فکر کنم. این رنگ رو پخش کنیم. خب توی دوربینم که خوب داره میافته. در مرحله بعد این سراغ ابروهاش اینجوری آروم یادتون باشه از مداد تیز استفاده کنید، دستش تیز باشه. خب یکم جلوتر از این، یکم جلوتر اینجاها خب میاریم جوری باشه که انگار خشم نکرده. خب خشم کردنش خیلی فرق داره با خشم نکردنش. آروم میاریم تا بعد رو به بالا این پلک پایین میبریم، پلک پایین، ابروی پایینی و یه دونه دیگه هم اینجوری نزدیکش خط میکشیم که جای ابرو باشه. اینو تا بالاتر میبریم. خب بعدش میایم این یکی چشم رو کار میکنیم که اینم مثل همونه. من سرعتش ولی بالا نمیبرم چون خیلی مهمه که بتونیم درست بکشیم. از تقریبا نکنیم همه چیز مثل اون یکی، پس هر جایی شروع کردیم همونجا باشه. میریم به سمت بالا میریم. و جاهای اضافی رو پاک میکنیم. من پاکن نوکی پیدا کردم، پاکن شبیه مداد نوکی. خب پاکن نوکی بشه، پاکن نوکی پیدا کردم، اسمش یادم نیست. خب پیدا کردم و از همین استفاده میکنم. خب دیگه ماشو میاریم پایین و هم اندازه شد. بذار ببینم یکم به همون نکته که خودم گفتمش دقت نکردم. اینم اینه که یه تیکه رو برای اینکه سونی رو پایین درست شد. خب پررنگ‌ترش هم بکنم. شیپ اصلیه چشم رو بگیره. خب در مرحله بعدی گفتم که میریم سراغ مردمک چشم. مردمک چشم رو مثل همون از اینجا شروع کنیم و میشیم. حالا مردمک چشم رو میگیریم و درست. من یه لحظه برم یه چیزی بیارم الان میام. خب ترش رو بردم بذاریم بغل. خب این سراغ قدمه رفتی از تراش ولی خب آوردم اینجوری دوباره پررنگ میکنیم دورگیری.
بیشترین جایی که وقت میبره همین چشم دیگه. چشم رو کامل کنیم کارمون راحت. بعد وسط چشم رو میکشیم. چشم رو هیچ شبیه هم نمیتونیم بکشیم، برای همین زیاد حساسیت به خرج ندیم، ولی تا جایی که میتونین حساسیت به خرج بدین. سعی کنید شبیه یکی باشه. آروم آروم میکشیم. خیلی نرم و یواش سیاه کنیم که انگار سایه پیشونی بندش نمیدونم کجاش افتاده. دقت نکردم سایه کجاشه. خب سایه یکی از یا سایه پیششه یا سایه همون پیشونی بندش. پررنگ تموم شد. میریم سراغ ابروش. ابرو رو مثل همون میکشیم، فقط من یکم میبرم اینجا. ابرو هم مثل همون تا اینجا ها میاد. به جلوتر یک کوچولو میریم جلوتر اینو، بعد انتهاش میدیم. حالا رو به پایین میاریم. خب پررنگش میکنیم و تموم شد. میریم سراغ این که دماغ رو کجا بکشیم. دماغ رو هم چی بگم باید اندازه چشم رو میگیریم میاریم اینجا تقریبا دماغ میشه. اینجاها دماغ رو میکشیم بعد تا جایی که میتونیم ظریف کار کنیم. خب دماغای نارتو کسی این شکلی نیست. دماغای نارتو این شکلی اینجوری دماغایی یکم فرق داره. خب با یکم فاصله اندازه عرض این میاریم پایین تر و اینجا تقریبا دهن ناروتو رو میکشیم. سعی کنید خیلی آروم، نه مثل من مثل وحشی رفتم، خیلی آروم. تقریبا تا جایی که چشم هست اینجا دیگه تمام میشه. سپس از اینجا از اینجا شروع بالا میکنیم و برمیگردیم. تمام شد. خب دیگه الان هست که بریم سراغ کارهای مهمتر. دقیقاً خب نصف چشم، این اندازه چشم دیگه، تقریبا از اینجا نصفش اندازه گیری میاریم اینجا و اینجا رو خط میزنیم. اینجا هم تقریبا اینجاها رو خط میزنیم. خب اینجا میشه جاهایی که صورت نارتو هستش. صورت نارتو هر چقدر میاد پایین‌تر لاغرتر میشه. آروم میاریمش به سمت پایین. البته اگه ضبط کنه خیلی خوب شد. ضبط داره میکنه، عالیه ضبط کردش.
من 3-4 بار رو دارم پشت سر هم ضبط میکنم و ضبط نمیکنم، یا جاکم یا بغله. خب همین میریم به سمت پایین تا جایی که تقریبا دهن نارد باز من اینجا از یه روش دیگه استفاده کردم. روش ها رو من چند تا روش بردم، خاطر هم هر جایی هر روشی میتونم استفاده کنم. اگه میخوام میتونم ویدیوهای بعدی هم با اینکه روش های مختلف چجوری انجام بدم، نظرتون تو کامنت ها بنویسین. خب صورت نارت یکم چاق‌تر از اینه و خاطر همین اینه که باید پاکش کنم، چاق‌ترش کنم. مشکل از چاقیشه، یعنی بقیه‌اش خوب میشه. اگه چاق نباشه دیگه شبیه صورت بقیه انیمه میشه. این خیلی مهمه که چونه رو چه شکلی بکشیم. چونه رو این شکلی یه نصف رو اینجا میکشیم. اونقدر شبیه چونه خود نارتا نشد. چونه نارتا که حالت گیرتری داره، این گیرترش هم بکنیم، فقط باید یکم وقت بذاریم گردش کنیم. خب حالا بیخیال من فعلا بریم سراغ بقیه اجزای صورت. ای خدای، اجزای صورت بریم دیگه سراغ گوش. ریشش نیست، چیز دیگه هم نیست، فقط صرفا خط برآمدگی دهانش است. چیزی گفتم خط برآمدگی دهانش است. اینم بیاریم رو بالا. عالی شد، خوبه. برای دانلود این عکسی که می‌خوایم بکشیم از روش میتونیم بیایم حالا ایرانی عضو این عکس رو اونجا میذارم. من کمی دورش رو دورگیری کنم. همه چی شد. این بیایم کانال تلگرام عضو شد. اینم که میشه بقیه‌اش نداریم، میایم پایین. بعدش هم دیگه سراغ لباسش میریم اینجا. من یه ردی بذارم اینجا همینجوری، بعد بریم سراغ بالاش. بقیه صورت میرسه به پیشونی بندش. چند دقیقه شده؟ 9 دقیقه شده. خیلی خوبه تا الان 9 دقیقه، عالیه. خب میریم سراغ این که موهاش رو چجوری بکشیم. موهاش تقریبا پایین تر از چشم شروع میشن، تقریبا اینجا دیگه خیلی ظرافت و دقت خرج می‌کنیم. ظرافت و دقت رو اینجا برمی‌داریم. خب این ظرافت دقت اسمش رو میایم اینجا و شروع می‌کنیم به خط انداختن. یه خط دیگه اینجا و نهایتا با یه روز تمرین میشه کشیدش، دیگه بیشتر از اون طول نمی‌کشه. حالا میریم سراغ این قریش. خب
بعد از این خطی که تقریبا اینجا هستش شروع میکنیم و گوش رو میکشیم. گوش من اینو بزنم زیر دستم دیگه خراب نشه. گوش اول میره بیرون اینجوری، بعد یه گوش بزن بالا، دار آخرم تا انتهای این تقریبا اینجاها هم انتها شده. گوش اول یه دونه اینجوری میکشین. خب اینجا یه دونه اینجوری میکشین. بهتون توضیح بدم. یه دایره اینجا میذارین، یه دایره هم اینجا میذارین، یه خط اینجا میذارین و یه خط هم اینجا میذارین و در آخرم یه خط هم اینجا، یه خط هم اینجا. این شد گوش ناروتو. میریم این ور. تقریبا از جایی که ما گوش شروع شده این هم گوش هم شروع میکنیم و تا پایان اون ما میکنیم. خب دوباره مثل همون یه خط، دو تا دایره توش، یه خط از پایینش میره بیرون، یه خط دیگه این ور، یه خط دیگه میاد بالا، یه خط دیگه هم اینجا. خب الان که درسته الان شبیه بیشتر شبیه بزرگی های نارتو، اما وقتی میرسیم به هدبندش و اینا دیگه تقریبا شبیه حالت عادی نارتو. بعد شیپودن میشه از بالای گوش شروع میکنید به حالت کروی یعنی که اصلا توپ صورت چی بگم بالا کج قوسدار. قوسدار اسمش خط قوسدار خیلی حال حتی قوسدار خط مهمیه. خب دیگه داره کم کم شکل و حالت خود ناروتو رو میگیره و میریم سراغ این که پیشونی بندش کجاست. پیشونی بندش از این بالای دایره دیگه میاریم پیشونی بندش. یکم بالاتر میخوام بگیرش پیشونی بندش رو. پیشونی بندش خیلی خوشم میاد. الان میخوام بالاتر بکشم بزرگتر بشه. حالا میریم سراغ این که این بغل یه چیزی باید بذاریم، اینو باید بذاریم. خب بعد میریم سراغ موهاش هم این شکلیه. نه اول بذاریم بریم سراغ اون نماد قبیله کنوها که یه چیزی هم که من الان دقت کردم دیدم که آقا جان تو یوتیوب پست گذاشته بودم دیدم که بچه ها همه بیشتریاشو زده بودن گوجو. خب اما روزی که من اون نظرسنجی رو تموم کرده بودم دیدم که نه، اون وقت ناروتو بیشترین بود، گوجو دومی بود. الان که رفتم نگم دیدم نه، گوجو اولیه، ناروتو دومیه. و وقتی که من تموم کرده بودمش ناروتو اولی بود. در نتیجه گفت اول ناروتو رو بکشم، گوجو رو میکشیم. حالا خب این شده از ناروتو ها یه دونه نماد قبیله کنوها، یه دایره است اینجوری، یه دایره اینجوریه که واقعا نماد باحالیه، خوشم میاد. شبیه کنن ناروتو رو به همین نماد میشناسن، این نماد میگن ناروتو. ولی خب ما کی باشیم که بخوایم نظر بدیم. این هم شد از ناروتو، خیلی هم عالی خوشگل. حالا میریم سراغ این گوشه هاش. این هم تموم شد و میریم سراغ موهاش. موهاش چجوریه؟
موهاش باید از اینجا نکن، از اینجا شروع میشه توی این نماد آهنیه نمیره، توی این آهنیه نمیره و تا بعد از این میادش، یعنی تا اینجا ها این از این رد میشه ولی به این نمیره، تقریبا وسط خودش میاد. تیز نکن، تیز میکشی خطا رو بتونید رها کنید. این یه تمرین خیلی مهمه. و یه خط هم از اینجا میکشیم رو به بیرون. بعد یه مدت انقدر ناروتو بکشین دیگه دستتون میاد موهاش کجاست. من انقدر ناروتو کشیدم دیگه والا الان دستم از یه روزا، چون من یه مدت امتحان نتونستم نقاشی بکشم و کلا مدل میلش رو یادم رفت. باید حسابی هم میکنم. آخری هم که روی بالاست یه تو تصویر جا نمیشه. خب این وریشم بازم نمیره توی این نماد کنه ها، بازم بیش میاد این وسط، تقریبا یه لمس میکنه میره اینجوریه. بعد یکی دیگه هم که همینجوری گفتم میاد اینجا. موهای نالوتو حالت تیز داره پس خیلی راحت هم میشه. خب یه دونه دیگه هم از اینجا در میاد و میره رو به بالا. خب تا اینجا که تمام شده تقریبا میره سراغ موهای اینجاش. اینجا چند تا مو داره که من میکشم اینجوری نکن شبیه دندونه دایناسور اینجوری و تقریبا تا اینجا ها میاد و دیگه میره. اون برم هم همینطور هست، میاد اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و دیگه تمام میشه. خب میتونیم این جاهای بندهای این پیشونی بند نارتون هم بکشیم، از این بکشیم چیدونش یه دونه دیگه هم از اینجا کشیده میشه. اینجا میریم سراغ این زیپ و چیز نارتو. ویدیو کلا شده 18 دقیقه دیگه بدون کات میذارم دیگه، چیزی خاصی نمیدونم. خیلی هم خوب شده. با این وقتی کم اینقدر خوب در اومده خدا میشه. اصل کار اینجاست. یادتون باشه خیلی وقت خوشگله کشین، چون دیگه من اینجا آمدم و از مو زدم و رسیدم تقریبا به گردن. باید با احتیاط بیشتری من بکشم چون هر یه دونه اشتباه ممکنه نقاشی رو کلا خراب کنه. میریم سراغ زیپش که از اینجا زیپه تا اینقدر خاطر چه زیپ رو گنده کشیدم بخاطر اینکه این خود زیپ رو کشم هم گنده کشیدم. خب این هم تمام شد. آره خلاصه خیلی راحت بود. من کامل تمام نشده میگم خیلی راحت بود. خلاصه
تقریبا این لباسش هم داریم تموم میکنیم. فقط مونده چند تا خط اضافی که بذاریم یا خط ها رو اضافه کنیم تموم میشه و این لباس هم میشه اینجوری. اینم روی پایین کامل میزنیم اینجوری. دیگه این پایینش هم پاک کنم چون نمیخوام ایدار بکشم، حوصله ندارم. باید فقط ویدیو تمام کنیم و آره همینجوری شد. خب تمام شدیم و آره خیلی هم خوب شد. چیزی نمیمونه، دو نکته جزئیاتی نه فکر نکنم چیزی مونده باشه و آره دیگه این نسخه راحتشه. نسخه سختش با سایه هم باید بزنیم که اینجا سایه داره، ولی کن دیگه اون نیازی نیستش، همین خوبه. و میتونین سابسکرایب کنین، کامنت بذارین و توی نظرسنجی اینجا شرکت کنین. عکس این و عکس چیزی که در اصل بوده رو توی کانال تلگرامی میذارم و میتونین اونجا جوین بشین و دانلود کنین، از روش تمرین کنین و خیلی خوشحال میشم که کاری که انجام میدین و یا نقاشی که میکشین رو برام بفرستین. بررسی هم میکنم که میام مشاهدهش شه. خب تا ویدیو بعد.